خوش اومدین به اولین سکانس از سریال The Vampire Diaries، خاطرات خونه‌شام. بریم که این قسمت رو شروع کنیم. Listen, I'm not saying don't date the guy, I'm just saying take it slow. میگه گوش کن. من نمیگم که با اون پسر قرار نذار، فقط میگم که تو رابطتون عجله نکن. Date یعنی قرار گذاشتن. guy یعنی پسر، مرد. اما وقتی این کلمه به حالت جمع به کار بره بشه guys، دیگه فرقی نمیکنه که طرف مقابلمون دختره یا پسره. به گروهی از مردم اطلاق میشه. مثلا توی فارسی میگیم بچه ها، سلام بچه ها. توی انگلیسی میگیم hey guys. Take it slow در رابطه با روابط به کار میره بیشتر و منظور اینه که خیلی عجله نکن تو رابطت، خیلی سریع جدی نکن همه چی و خیلی زود پیش نرو. You are the one who said to go for it. You are the one who said to go for it. میگه تو اونی بودی که به هم گفتی این کار رو انجام بدم. زمانی که میگیم go for it یعنی برو انجامش بده، یه حالت تشویقی داره، یعنی برو تو کارش. میگه تو کسی بودی که اینو به هم گفتی. Now I'm saying take it slow. ولی الان میگم که عجله نکن تو رابطت. Why the about face؟ میگه چرا یهو نظرتو عوض کردی؟ About face یک معنی نظامی داره. زمانی که مثلا توی سربازی به گروه های سربازان میگن عقب گرد میشه about face. اما یه معنی دیگه هم داره، یعنی عوض کردن ناگهانی و کامل نظر. میگه چرا یهویی عقیدت و نظرتو عوض کردی؟ Why the about face؟ It's not about face. It's not about face. میگه نظرمو یهویی عوض نکردم. You're single for the first time in your entire high You're single for the first time in your entire high school career. میگه تو برای اولین بار توی کل دوره دبیرستان سینگل شدی. Entire یعنی تمامه. High school یعنی دبیرستان. بذارید مقاطع تحصیلی رو از اون اول بهتون بگم که یک بار برای همیشه یادش بگیرید. مهد کودک میشه nursery school یا kindergarten. ابتدایی میشه elementary school یا primary school. مقطع راهنمایی میشه middle school یا secondary school. و دبیرستان هم که میشه high school، کالج هم میشه college و دانشگاه هم میشه university. career هم دو تا معنی داره. یکیش معنی شغل و پیشه میده. معنی دوم که اینجا به کار رفته یعنی دوره ای از زندگی. اینجا داره میگه دوره دبیرستان، میگه high school career. high school career. It's the perfect time to play the field. It's the perfect time to play the field. میگه بهترین تایمه که یک کم پسر بازی بکنی. Perfect time یعنی بهترین زمان. Play the field یعنی دختر بازی کردن یا پسر بازی کردن. یعنی وارد رابطه جدی با یک نفر نشدن، یعنی با چندین نفر همزمان دوست بودن و رابطه جدی نداشتن. میگه الان بهتره که این کارو بکنی. اولین باره که توی کل دبیرستان سینگل شدی و نمیخواد که سری وارد رابطه جدی با یه نفر دیگه بشی. یکم حالا خوش بگذرونیم وسط. Oh, because I'm so that girl. Oh, because I'm so that girl. میگه که آره، نه که من خیلی همچین دختری هستم. پس این عبارت رو یاد بگیرید. زمانی که بخوایم به حالت تیکه به کسی بگیم که آره، نه که منم همچین دختریم، میگیم Oh, because I'm so that girl. Seriously, what are you not saying? Seriously, what are you not saying? میگه جدی میگم چیو نمیگی. داره میگه که چیو قایم میکنی. Stupid. It's stupid. میگه احمقانه است. Stupid یعنی احمقانه. Bonnie, spit it out. Spit it out. Spit it out یعنی بگو دیگه، یا خیلی حالت بیادبانه یعنی بنال دیگه. خیلی اینفورماله و رسمی نیست. جاهای رسمی نمیتونید ازش استفاده کنید. I accidentally touched Stefan. میگه من تصادفی استفن رو لمس کردم. Accidentally یعنی تصادفاً و برعکسش متضادش میشه deliberately یا on purpose. Deliberately on purpose یعنی عمدن. touch هم یعنی لمس کردن. And I got a really bad feeling. و یه حس خیلی بدی بهم دست داد. Get a really bad feeling یعنی احساس بد به آدم دست دادن. دوست الینا، بانی، این دختری که دارید میبینید جادوگره و یه سری استعدادهای سوپرنچرال داره و میگه که وقتی که لمسش کردم بویفرند جدید تو احساس خیلی بدی بهم دست داد. منظورش اینه که من حس خوبی از این آدم نمیگیرم.
Is that it? همین؟ Funny? It was bad. It was bad. منظورش اینه که خیلی احساس بدی بود. با تکرار کردن کلمه bad اینجا داره تأکید میکنه. Is this the whole witch mojo thing again? Is this the whole witch mojo thing again? میگه این مسئله دوباره مربوط میشه به اون چیزای جادوگری و اینا. Witch یعنی جادوگر. جادوگری هم میشه witchcraft. موجو هم یعنی طلسم، اقبال یا هر چیز اینجوری که مربوط به جادوگری میشه. داره میگه دوباره این مسئله در میونه، دوباره از این حسای مربوط به جادوگری داری حرف میزنی. Know what? I'm just concerned. میگه میدونی چیه؟ من فقط نگرانتم. Concerned یعنی نگران. I am concerned یعنی من نگرانتم. This is me expressing concern about my best friend's new boyfriend. This is me expressing concern about my best friend's new boyfriend. میگه من دارم نگرانیمو در رابطه با دوست پسر جدید بهترین دوستم بیان میکنم. express یعنی بیان کردن، concern یعنی نگرانی. و یه اصطلاح جالب با concern، زمانی که بخوایم به کسی بگیم که یه مسئله‌ای به تو مربوط نیست، به تو ربطی نداره، میگیم it's none of your concern. It's none of your concern. یا میتونیم بگیم it's none of your business. It's none of your business. Best friend هم یعنی بهترین دوست. And I love you for it. I do. و الینا میگه که من عاشقتم به خاطر این کارات، به خاطر اینکه نگران منی. But I feel good. But I feel good. ولی من احساس خوبی دارم. It's been a hard year. It's been a hard year. میگه سال خیلی سختی بوده. And I'm starting to kind of feel like things are getting back to normal again. میگه من کم کم داره این حس بهم دست میده که همه چی دوباره به روال نرمالش برمیگرده. Get back یعنی برگشتن. To normal یعنی به روال نرمال. And you know what, Stefan is a big part of that. And you know what? Stefan is a big part of that. و میدونید چیه؟ استفن یه قسمت بزرگی از این مسئله است. از این مسئله که من دوباره احساس نرمال بودن میکنم. الینا توی این سال پدر و مادرش رو از دست داده و مدت خیلی زیادی هم افسرده بوده. و الان میگه که من کم کم دارم حس میکنم که همه چی میتونه به حالت نرمال برگرده و بخش بزرگی از این حس هم مربوط میشه به استفن. خب اینم از این سکانس. امیدوارم که کلی ازش نکته یاد گرفته باشید.